در 18مین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، اسنادی با 21 بند شامل همکاری در 19 حوزه اقتصادی تجاری به امضای رؤسای ایرانی و ارمنستانی این کمیسیون رسید. موضوعات همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، گمرک، مناطق آزاد و به ویژه موضوع حمل و نقل و نفت و گاز جزء کلیدترین محورهای مورد توافق هست. تمدید قرارداد گاز در برابر برق رو بین دو کشور عنوان بکنم. پروژه راهسازی و جاده سازی آگارا کاجاران 32 کیلومتر رو که عملیات عمرانیش رو شرکت‌های ایرانی به عهده گرفتند و همچنین حرکت جدید و سرعت جدیدی که در پروژه انتقال برق خط سوم صورت گرفته و اتمام این پروژه برای ما دارای اولویت است. موضوع حمل و نقل از مهمترین موضوعات این دور از کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان بود. یه مشکل اساسی داریم ما با ارمنی‌ها، اونم مسئله تعرفه‌های عبور کامیون‌ها است که اینو انشالله امیدواریم این دفعه به توافق برسیم که ما بیایم تعرفه‌های طرفین رو به صفر برسیم. در سفری که آقای بسپاش به ارمنستان امسال داشتن این توافق حاصل شد، منتها هنوز اجرایی نشد. با توجه به اینکه ایران مرز مشترک زمینی با ارمنستان داره، بابت انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین دستیابی به بازارهای دیگه میتونیم از پتانسیل کشور ارمنستان استفاده کنیم. ایجاد کمیته پیگیری ویژه اجرایی موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی دو کشور از مهمترین مفاد اسناد امضا شده در این دوره از مذاکرات است. قرار است نخستین جلسه کمیته ویژه پیگیری 6 ماه بعد در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شود. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.